أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره خیزر من گفتم برای شما یک برادر از ما پرسان کرده بود که برای ما خیزر را شناس کن، خیزر کی هست؟ ما گفتیم که وای نام اصلش بلیا بود و قصه او را در سوره کهف پروردگار ذکر میکند. میخواهم کمی امیرا برای شما نه قدر وقتم تنگ مانده است، شاید با همین تمام شود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. پروردگار بیان میکند پس حضرت موسی یافت بنده را از بندگان من که این بنده خود را من رحمت عطا کرده بودم. این بنده را مفسرای قرآن میگن کی را یافت حضرت موسی؟ کدام بنده را؟ این حضرت خیزر بود. مفسران میگن رحمتاً ذکر شده است. ما این بنده خدا گفت، اشاره به سوی خیزر پروردگار میگوید ما رحمت دادیم. مفسران میگن رحمت این مرتبه نبیگی بود، نبی بود. بعضی ها میگن نه مرتبه پیغمبری است، بعضی ها میگن نه از این هم خالی بود بلکه آدم دانشمند بود. هر چی که باشد دانستن این برای ما و شما نه فرض است نه واجب. گویم نبیش هم که گویم غلط نمیکنیم، زیرا در اطراف این اختلاف مفسرها هست. خب و گفت پروردگار ما برای این بنده خود یعنی خیزر علم داده بودیم، علم داده بودیم که دیگر پیغمبرها از علم خیزر درک نداشتند. بعضی مفسران میگن علم غیب بود، علمی که خداوند مخصوص الله هست. علم غیب الله خود تنها میداند، ذات پاک میداند. از همین علم غیبش میگوید کمی به خیزر داده بود. این خیلی مفسران گفتند. قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسی وقتی میگه یافت این خیزر، بعضی ها رحمت و ولایت تعلیل کردن، گفتن که خداوند خیزر یک ولایت داده بود. مثل خودمون ولایت داریم، ولایت ها هست وجود دارد، یک ولایت یک شهر کلانه خیزر داده بود. حضرت موسی در همون ولایتش خیزر یافت، با او سلام کرد، السلام علیکم گفت. خیزر حیرت شد، گفت تو کی هستی؟ در این سرزمین سلام وجود نداشت، تو سلام دادی؟ گفت من موسی هستم. حضرت خیزر در حال گفت تو همون موسی بنی اسرائیل هستی؟ گفت بله من همون موسی بنی اسرائیل هستم. حضرت موسی میگوید من زمان خیزر دیدم که یک جامه سبز در بدن داشت. خب قال انک لن تستطیع معی صبرا. گفت خیزر گفت میخواهم همراه تو باشم، از آن علمی که خدا برای تو داده است برای من تعلیم کنی، من آگاهی یابم. خیزر گفت ای موسی تو طاقت علم من نداری. گفت طاقت نداری، همراه من صبر کردن نمیتوانی. گفت لن تستطیع معی صبر، هرگز قوت نداری که همراه من صبر کنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. آن علم را که تو نداری. گفت حضرت خیزر به موسی گفت چگونه تو در این علم صبر کننده می باشی؟ صبر نداری. گفت قال ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. حضرت موسی گفت خیزر گفت ان شاء الله گفت من صابر میابی، من صبر کننده میابی. هر علمی که داری تعلیم کن، به خواست خدا گفت من صبر میکنم، هیچ وقت من گناهگاری نمی‌ورزم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ببین حضرت خیزر گفت پس من یک وظیفه در پیش تو میگذارم. اولا که تو صبر نداری در علم من، لیکن مادامی که میگویی که اگر خدا خواهد صبر میکنم، پس هر چیزی که از من میبینی سوال نکن منم، از من نپرس که برای چی این عمل تو انجام دادی. خب فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة
خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. حضرت خضر گفت همراه من شو. گفت آمدن نزد یک کشتی یک آدم فقیر و بیچاره کشتیبان بود، فقط در کشتی مردم سوار میکرد، از این لب بحر به لب بحر دیگر میبرد و مزد میگرفت. مفسرای قرآن میگویند وقتی که داخل کشتی خضر دید، خضر شناخت، در حال گفت داخل شوین در داخل کشتی، به یگان مزد من خدمت شما را میکنم. وقتی خضر میگوید همراه موسی در این کشتی سوار شدند، به نزدیک همون جایی که لازمه بود میفرامدند. خضر میگوید در حال میگوید همین کشتی که سوار شده بود و یا از قسم پایانش سوراخی کرد تا که همین آب در داخل کشتی درآید و کشتی غرق شود. حضرت موسی این عمل دید، عمل زشت است، عمل بد است. مثال هم در کشتی سوارش کردند، هم مزد پولش نگرفتند، باز تا جایی که رحمت گوید دعا دهد کشتی را سوراخ کردند تا که مردم غرق شود. در حال موسی طاقت نکرد، گفت ای بنده خدا، گفت این چه عمل بود تو انجام دادی؟ آخر این بیچاره ها در ما خدمت کردند، تو باشی باز کشتی اینها را سوراخ کردی. گفت من تو را نگفته بودم تو صبری در علم من نداری؟ از این خاطر گفت اگر بار دیگر از من میپرسی در حال من از تو جدا میشوم. گفت هر چیزی که میبینی از من نپرس، آخر من برای تو بیان میکنم. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر گفت نگفته بودم که تو صبر نداری؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت پس مرا گفت فراموش کردم، خواب مؤاخذم نکن، عذابم نده، گفت سختم نگیر، گفت خواب کاری را دیدم که کاری ناروا طاقت نکردم. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلتك نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. گفت دنبال من بیا. گفت آمد میگوید به نزد یک جوان پسر رسیدن خردکک بود، شاید 4 ساله بود، 5 ساله بود. حضرت لقمان در حال میگوید این غلام از زیر پا کرد و گردنش برید. حضرت موسی وقت این حالت از خضر دید تماما گویم که دیگر ناراحت شد. گفت این چه عمل است تو میکنی؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. گفت من تو را نگفته بودم که تو صبری در علم من نداری؟ اگر گفت ای موسی، گفت دفعه دیگر پرسی، گفت در حال من از تو جدا میشوم، از من سوال نکن. گفت فانطلقا حتى اذا اتى اهل قرية تطعمها اهلها فابوا ان يزيفوها فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. بعد سیوم میگوید آمدن در یک قشلاق، اهل قشلاق گفتن ما مهمان هستیم، مهمانداری ما کن، مهمانداریشو نکردن. پس میگوید آمدن حضرت موسی همراه خضر نگاه کرد که یک دیوالی خریب در حالت چپ شدن است. در حال همراه حضرت موسی این دیوال راست کردن، مستحکم کردن و از جای همون خانه بیرون شدن. حضرت موسی در حال پرسید، گفت خضر، گفت این کار تو کردی؟ گفت چی معنی دارد؟ گفت اگر این قدر کار تو کردی، این دیوالی که تو راست کردی، اگر هر جایی که ما راست میکردیم حتمی اجر میگرفتیم، برای چی اجر نگرفتی؟ گفت من تو را گفته بودم که مرا سوال نکن، پس مادامی که سوال کردی پس من از تو جدا شدم. این 3 حالت حضرت خضر به موسی نشان داد. گفت من برای تو تأکید کرده بودم که مرا سوال نکن، من برای تو زیاد نشان میدادم. حبیب خدا در حدیث های مبارک میگوید خدا رحمت کند موسی را، اگر به صبری نمیکرد بسیار علم خضر ما می آموختیم، لیکن حضرت موسی به صبری کردند.
پس حضرت خضر گفتن اکنون گفتن من برای تو آن عملهایی که انجام دادم حکمت بیان میکنم. خب بیان همین دیگر آیت های قرآن نمید برای کسی لازم باشد از آیت های 65 سوره کهف سر می شود. همین میتونید که شما خطان در همون قرآن ها اگر داشته باشید سوره کهف آیت 65 قریب یگان 20 آیت در باب همین قصه می رود. گفت یکم گفت آن کشتی که من سراخ کردم به خاطر این بود که از جانب همون موضعی که ما می فرامدیم پادشاه نشسته بود و به مقصد نشسته بود که هر کشتی که اگر درست و ساز میشد بسیار پادشاهی جبر کننده و ظالم بود از دست مردم کشتی ها را می گرفت. لیکن اگر کشتی خراب میدید شکسته را میدید هیچ وقت به او توجه نمیکرد. ما به خاطر این کشتی را سراخ کردیم که کشتیبان بسیار یک آدم مسکین و فقیر است چیزی بغیر این کشتی نداشت، لیکن کشتی خوب داشت. اگر من سراخ نمیکردم اون پادشاه هر آینه کشتی را از دست این مسکین میگرفت. من به خاطر این کشتی و سراخ کردم تا که در چشم این پادشاه این کشتی بسیار بد تابد. این یکم حکمت بود. دویم غلامی که من اون جوان پسری که قتل کردم این به خاطر این بود که وای بسیار پدر مسلمان و مادر مسلمان داشتن. اگر باشد که این پسر بچه به وایه میرسید خداوند در تقدیر این کشیدگی بود که از دست این بچه پدر و مادرم بدین میشدن. من با این خاطر این پسر بچه را در این دنیا نابود کردم تا که همون قدر شرفی که پدر و مادرش داشت با همون قدر مثال شرف به نزد خداوند روند. و سیوم این دیوالی که من راست کردم این به خاطر بود که این دیوال در حالت چپه شدن بود. در این خانه دو یتیم زندگی میکرد. پدرشان بسیار آدم خدا ترس بود. در زیر این یک مقدار گنج و طلای پنهان کرده بود برای این فرزندا. اگر این دیوال من راست نمیکردم چپه میشد مردم این کنز و گویم این گنج و این طلاها را میگرفتند این یتیم ها محروم میماندند. به این خاطر این دیوال من مستحکم کردم وقتی اینا به وایه رسند خداوند این دیوال را چپه میکند و این یتیم ها مال پدرشان استفاده میبرند. این به این خاطر بود گفتند. این خضر میگویم این قصه قرآنی است، یعنی در نبی بودنشم شاید شک نباشد لیکن در زنده بودن و مرده بودنشم اختلافی زیاد است. خیلی عالم های زیاد میگویند که وی وفات کرده است از دنیا گذشته است. خب لیکن بسیاری باز عالم های دیگر اگر نظر میکنی اونها میگویند که نه خضر زنده هست. به این خاطر زنده بودن و مرده بودن او برای ما و شما نه ضرر دارد نه زیان دارد. این قدر فهمیم که خضر یکی از بندگان خدا بود، شاید پیغمبر بود، شاید آدم دانشمند بود. این گونه قصه را وی با همراهی موسی گذرانیدگی هست.